إعجابي ولولا أن لي واقعا مبارزه‌ای که به حکمت باشه بکنیم انشالله ما کامیاب هستیم. هیچ کس هم دمی روی ما را گرفته نمیتونه و ما پیام ما به همه علما، به همه اقوام که ما را به نظر بد میبینه اما عیب و نقصان ما را امیتونن گشنما کنه به چشم و سر ما میپذیریم. خود تهمتای ناحق سر ما نچسبانه، حوالای کتابای گم سرگم بر ما نده، سر ما تهمتا بسته نکنه. تهمت گناه کبیره هست. الله سبحانه و تعالی از شما سوال میکنه باز چرا ما را متهم به این گپا میکنی؟ عزیزان گرامی، شما که خواسته شده به خاطر اینمسی خواسته شده انشاءالله قطعنامه ترتیب شده و بعد از او مجلس مشورتی هم هست. انشاءالله همگی تجربه ها و مشوره های خود شریک میکنه. خب ما و شما چه دستاوردی داشته باشیم، چه قسم انسجامی داشته باشیم، چه قسم ما از یک برادری خود در یک نقطه دیگه همکاری کرده میتونم، کمک کرده میتونم. امی احساس چه قسم پیدا میکنیم؟ صحابه که امی قدر فتوحات برش حاصل شد به این خاطر حاصل شد که دین اهمیت داد، دین کار خود دانست، دین وظیفه خود دانست. ما و شما هم این قسم وظیفه داشته باشیم. در این فکرها نباشیم که از بدخشان حرکت کردم بگوییم که والا موریث متوکل کرای راه مرا میده یا نمیده، برم یا ندم. ما به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی کار کرده رایستیم. الحمدلله بنیاد احیای سنت هیچ کدام منبع مالی نداره، که هیچ کدام منبع مالی که انتفاعی داشته باشه که ما بگیم که اینطور کار کرده، لیکن به توکل الله سبحانه و تعالی حرکت شروع شد. الحمدلله الله در قلب شما انداخت که برای ما از عقیده دفاع میکنیم. در اینجا تشریف آورده، وقتم از یاد گرفتم، بسیار بخشش باشه. الله سبحانه و تعالی همه ایتان اجر جزیل نصیب بکنه. دعا براتون میکنم که الله سبحانه و تعالی همه ما را دعوتگری واقعی راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازه و همین حدیث که ما انا علیه و اصحابی به مو را روان شویم که رسول الله روان است، به مو را روان شویم که صحابه کرام روان است. الله توفیق نصیب ما بگردانه و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه.